سری دیرم که سامونش نمی بود غمی دیرم که پایانش نمی بود اگر باور نداری سوی من آی اینجا باید آرامگاه همون شاعر بزرگی باشه که مرتب غزلیاتشو برام در تهران میخوندی، ولی مطمئن هستم از اینکه هموطن حقه بازی چون تو داره روحش در اعصابه. با اعترافات صریح اون افسر نازی محال بود انگلیسی‌ها به این راحتی آزادت کنن، مگه اینکه از چنگشون فرار کرده باشی. شایدم باهاشون معامله کردی و در ازای نجات خودت جانی چند نفر دیگر رو فروختی. درست شبیه کاری که در زندان گشتاپو کردی. تو در این مدت با دروغ و دغل فریبم دادی. کتاب مقدس میگه یک گناه بخشش ناپذیره و اون کشتن احساس عشق در قلب یک انسانه. عشقی که فاقد اعتماد عمیق میان عاشق و معشوق باشه همون بهتر که از قلب انسان ریشه کن بشه، به خصوص تو این دنیای بیرحمی که انگار هیچ مرزی برای حقیقت و دروغ وجود نداره. و این وحشتناک. تو در مقابله با این وحشت نه تنها کمکی به من نکردی، بلکه به کابوسای گذشتم هم کابوس بزرگتری رو اضافه کردی. و حالا امشب اینجا با این قیافه معدل با من قرار ملاقات گذاشتی که چی؟ مطمئن باش حتی دیگه حافظ هم نمیتونه عشق ما رو نجات بده. حق با توه. کابوس از پی کابوس. از آخر بار که دیدمت انقدر بلا سرم اومده که دیگه از بروز هیچ کابوس تازه‌ای تو زندگیم تعجب نمی کنم. اینکه حتی دیگه حافظم نتونه هیچ دلی رو تکون بده، یا اینکه حتی تنها عشق زندگی دروغگو و دغل‌باز قلم دادم کنه. حکایت من و تو حکایت یوسف در آینه خانه زلیخا. از همچه آزمونی سر سلامت بیرون آوردن کار آسون نیست. و کابوس‌های تو هنوز خاتمه پیدا نکرده.
چیه؟ این همون بسته ای که پروفسور وایز موقع مرگش به دست من سپرد تا به دست خواهرزادش برسونه. امانتی که بابت مسئول موندنش از تعرض عموی سرکار لیگ جناب تئودور آستروک تاوان سنگینی پرداخت کردم و سنگین ترینش مرگ خواهرم و نامزدش. سیده و تقی مردن. چرا؟ جواب این پرسش رو شاید تو این اسناد پیدا کنی. فقط قول بده حداقل تا 24 ساعت در مورد این اسناد نه با عموت نه با پسر عموت کوچکترین صحبتی نکنی. صبر کن حبیب، به من بگو چه اتفاقی افتاده. کسی که از راه تقوا قدم برون ننهاد عزم میکده کنم راه سفر دارد. دل شکسته حافظ به خاک خواهد برد چو لاله داغ هوایی که بر جگر دارد.